تا حالا شده توی جمع بخوای چیزی بگی ولی یه حس عجیب توی دلت بگه ولش کن ضایع میشی؟ اون حس همون خجالته و جالبه بدونی که ریشش توی مغزه، نه توی ضعف شخصیت. از دید نوروساینس خجالتی بودن یعنی مغزت نسبت به نگاه و قضاوت بقیه حساس‌تره. توی مغز همه ما بخشی هست به اسم آمیگدالا که مسئول تشخیص خطره. حالا توی افراد خجالتی این بخش جورایی پرکارتره، یعنی موقعی که وارد جمع میشی یا باید با کسی حرف بزنی، آمیگدالا طوری واکنش نشون میده که انگار داری میری وسط یه میدان نبرد. ضربان قلبت بالا میره، بدنت منقبض میشه و مغز سیگنال میده احتیاط کن، شاید قضاوتت کنن. در کنار اون نواحی دیگه مثل قشر پیشانی و قشر کمربندی قدامی هم وارد عمل میشن. اینا مسئول خودآگاهی و کنترل رفتارن و وقتی زیادی فعال میشن باعث میشن مدام خودتو از بیرون ببینی و فکر کنی همه حواسشون به توئه، در حالی که معمولاً کسی حتی متوجهت هم نیست. یه بخش دیگه ماجرا هم ژنتیکه. تحقیقات نشون داده حدود 30 تا 50% خجالتی بودن ارثیه. یعنی بعضیا ذاتاً با مغزی میان که نسبت به محرک‌های اجتماعی واکنش شدیدتری داره. ولی قسمت جالبش اینه که محیط، تربیت و تجربه هم خیلی تاثیر دارن. مثلا اگه توی کودکی زیاد قضاوت شدی یا ازت انتقاد می‌شده، مغزت یاد گرفته حرف زدن مساوی خطر قضاوت شدن. اما خبر خوب اینه که خجالتی بودن یه حکم قطعی نیست. مغز با تمرین و نوروپلاستیسیته میتونه یاد بگیره که جمع‌ها خطرناک نیستند. هر بار که یه تعامل اجتماعی کوچیک موفق داری، مغز مسیر جدیدی میسازه و آمیگدالا آرومتر میشه. در واقع خجالت نشونه ضعف نیست، بلکه نشونه آگاهی زیاد نسبت به اجتماعه. فقط کافیه یاد بگیری با مغزت کنار بیای، نه علیهش بجنگی.